سلام، وقت بخیر. میدونی هوش مصنوعی میتونه با ما به صورت صوتی حرف بزنه؟ بله، به صورت صوتی، و میتونه به سوالات ما جواب بده. بریم با هم دیگه ببینیم. سلام هوش مصنوعی، وقت بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. روزتون چطور بوده؟ شکر، روز خوبی داشتم. من یه سوالی ازت دارم. خوشحالم که روز خوبی داشتید. بفرمایید، چه سوالی دارید؟ من در زمینه مقاله خودم دچار مشکل شدم. میتونی بهم کمک بکنی؟ حتما. مقالتون در چه زمینه‌ای هست و کجا مشکل دارید؟ من در پیشینه تحقیق مقالم دچار مشکل شدم. نمیتونم خوب پیشینه‌ام رو بنویسم. میفهمم. تحقیق در مورد چه موضوعی است؟ شاید بتونم راهنماییتون کنم که چطور تحقیقتون رو بهتر پیش ببرید. یه سوالی دارم. تو در چه زمینه‌هایی میتونی به من کمک بکنید؟ من میتونم در زمینه‌های مختلفی به شما کمک کنم. از جمله تحقیق و نگارش مقاله، کمک در جمع آوری منابع، تنظیم ساختار مقاله و ویرایش متن. ترجمه و ویرایش، ترجمه متون به زبانهای مختلف و ویرایش متون برای بهتر شدن کیفیت نوشته. یادگیری زبان، کمک در یادگیری و تمرین زبانهای مختلف. برنامه نویسی و کد نویسی، راهنمایی در نوشتن و رفع اشکال کدها در زبانهای مختلف. برنامه نویسی. مطالعات علمی و آکادمیک، کمک در فهم مطالب پیچیده علمی، حل مسائل ریاضی، فیزیک، شیمی و سایر دروس آکادمیک. مشاوره شغلی و تحصیلی، راهنمایی در انتخاب رشته تحصیلی، نگارش رزومه و آمادگی برای مصاحبه شغلی. مسائل روزمره و اطلاعات عمومی، اطلاعات در مورد موضوعات مختلف روزمره، راهنمایی در انجام امور روزانه و آشنایی با مفاهیم عمومی. اگر نیاز به کمک در زمینه خاصی دارید، میتونید بیشتر توضیح بدید تا دقیق‌تر راهنمایی کنم. خیلی ممنونم ازت. خواهش میکنم. خوشحالم که میتونم کمک کنم. اگر سوال دیگه‌ای دارید، بفرمایید. همونطور که مشاهده میکنید، هوش مصنوعی میتونه به صورت صوتی با ما حرف بزنه و هر سوالی رو که ازش بپرسیم برای ما به بهترین شکل ممکن جواب بده.